اول که گمان بد خوب نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که از گمان بد دوری بجوین. فکر گمان بد میکنین که ما اینها را اکتیوری میکنیم، اینها بیماری جین هستن، بیماری روحی، سحر و جادوشون کردگن. اول خداوند جادوگرا را یعنی ساحرا را خداوند نیست نبور خور و ذلیلشون بگردونه و توفیقشون بده. و دیم هم شخصانی که فکر میکنن که ما همین را اکتیوری میکنن و اونها را اگر فکری بد کنن باوری نداشته باشن به وجود بدن جن که الله میفرماید که ما خلق نکردیم نآفریدیم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر این عبادت، اگر به اینها باوری نداشته باشن خداوند اونها را جن بزنه که بعد بفهمن که چی بوده است در اصل جن. موقع در امان الله. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، الله منان همه ما و شما را حفاظت بگرداند در این ملک غریبی. خداوند همه بیمارا را شفای کامل و عاجل عطا بفرماید. بسیاری برادرها گمان بد میکنن، بسیاریش کمیتری مینویسن که این قاری سومه، کدامی که سوم سازش بده همون را میخونه، کدامی سومش نده نمیخونش. یکمش که مزدگان که شما پل طلب که نیستن، مقصد منت کردن خوب نیست. مزدگان که شما سوم طلب که نیستن، بسیاری حالات مشاکی میبرم این کارخونه میرم که هم که سوم نتن، سومشان نگیرم. الله نیابانتان باشن. بعد بسیاری برادرها هم خیلی می نویسن خداوند اول توفیق تام بده و هدایت تام کنه. و بسیاری هم می نویسن که یعنی اکتیاری میکنن، دروغ را مکرر میکنن. یکمش که الله سبحانه و تعالی میفرماید که این بعد الظن اثم، بدرستی که بعضی گمان ها گمانی یعنی عظیم است، گمانی بد است، گمانی بزرگ است، یعنی گناهی بزرگ است. گمانی بد گناهی بزرگ است. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. از گمانی بد دوری بجویید، بدرسی که گمانی بد یکی از سخت‌ترین دروغ ها هست. با هم خاطر الله سبحانه و تعالی همه ما توفیق و هدایت کنه برای راست. بسیاری هم منویسن که سوم دیگه و دیگه الله توفیق تام بده. بعضی منویسن که اکتیوری خداوند اول توفیق تام بده و اگر که توفیق سزاوار توفیق هدایت نباشین خداوند جین تام بزنه. مثل اون برادرانی که یعنی عذاب میکشن بیچاره مشکلی دارن، مثل اونها شای بعد میفهمی که یعنی جین وجود داره یا نه. اکثریت میگه جین وجود نداره. مثل بعضی کمتری منویسن الله میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من آفریدم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر آنه که من عبادت بکنن. ان الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنن جن ها و انسان ها. و کدامت که باور ندارن خداوند توفیق تام بده. اگر باور نداشته باشین با وجود بودن جن، خداوند جن تام بزنه که بعد بفهمین که در اصل وجود داره یا نه. از همتون خواهش انشاءالله که با دعا باشین که کدامی که بیمار است خدا آنها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید. کدامی که فکر میکنین که ما با پل قطعی میخونیم که پل موندگی هستیم یا که نرخ داریم، با والله که یا کسی نگفتم که ما در 5000 10000 یا که 2000 3000 متیم، یا کسی طلب هم کرده هم نیستم و الحمدلله هم که محتاجم نیستیم و گمانی بد خوب نیست. دوستان عزیز، از روی همین جنخونی سلامتی خدمت دست دادم. باور کنی خوب یا نه الله سبحانه و تعالی توفیق تام بده و هدایت تام کنه و به خاطر الله. یعنی بسیاری برادران میآیند پیش میگه فلانی داملا مرا روی کرد که برای همون برادر جنخونی خوبه برا بخونتونه. بعد از آنی که میاد پیش ما میخونیم جنش هم میبروریم میگه فلانی داملا روی میکرد. گفتم چی به همون داملا بوده است؟ مادامی که خودش که داملا بوده است چرا همون خودش نخونه و پیش ما روان تو کرد؟ میگه همون داملا گفت که هر کسی که جنخانی میکنه عمری دراز نمیبینه، در خانهش بستین نه، یعنی همه وقت مشکلی پیدا میشه. یعنی جنها قصد میگیرن اهل عائله اونها. یعنی ببینید که داملا بوده، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرماید که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. یعنی ایمان شما کامل نمیشه، ایمان نمیاره که شما هر چیزی که به خود دوست میداری برای برادرت باید دوست بداری. مدامی که آدم داملای بوده است الله توفیق شمته خیلی فکر عقیده داشته بوده است، یعنی خودش پیر بوده است، 60 چند ساله بوده است
خچه میفردش که زندگی کنه و کسانی که جن خوانند بچه‌هایش از اونها یعنی نمیخواد که اونها دالگ زندگی کنن، یعنی عمری دراز ببینن. الله همه ما و شما را توفیق بده. یعنی ما جن خوان نیستیم، در یگان جا نگفتیم که ما جن خوانی میکنیم که جن خوان هستیم و در یگان ویدیو ما نگفتیم که ما جن خوانم، پیش ما بیاین ما شما را میخوانم. کدامی که زن میزنه میگم که یگان ملا رو پیدا کنین، یگان قری بچه رو پیدا کنین که از امون طلب کنین بخونتون. میگه خود نمیخونین، میگم خوب ترش پیش اونها برین وقتی که سوز نشدین، بعد ان شاء الله هر چیزی که دستمون میاد ما میکنیم. الله هر یک چیز سبب میکنه. وقتی که انسان‌هایی که اکثریت انسان‌های بی‌نماز میان میخونیم جن‌هاشو میبریم، از بین یک هفته 2 هفته میگذره با کسل میشه. میان میگه خوری با کسل، میگه نماز خوندی؟ میگه نه. آدمی که انسان که نماز نخوان یگان حفاظت نمیکنه اون را، یگان چه زور حفاظت نمیکنه. وقتی که انسان نماز خوان، بعد از نماز ذکرایات کرد، اذکار صباح و مساء کرد، یعنی صبح و شام اذکارش کرد و الله سبحانه و تعالی رو حفاظت میکنه، یگان چه ضرر نمیرسونه. چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک چون فرمودند که من صلی صلاه الصبح و فی ذمه الله، هر شخصی که نماز صبح را خوان، نماز بامداد را خوان، و در ذمه خداوند است، خداوند او را با عهده میگیره، یگان چه ضرر نمیرسونه. با اون خاطر برادران کسان که نماز خوان هستین، یعنی با کلام میگیرین، با گردن میگیرین نماز خوانی را، بعد از اون که جین تا میبرن نماز خوانی را شروع میکنین، بعد پیش یگان مولا یا یگان خوری بچه برین که تو اینکه خونه جین شما را ببره. خب خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه، خداوند ما و شما را توفیق بندگی عطا کنه، خداوند در کسب و کار ما و شما رزق حلال نصیب بگردانه. و برادرانی که این خیلی کامنتاریو می نویسین و فکر گمانی بد دارین، الله ذوالجلال اول توفیقتون بده و برای راست هدایتتون کنه. بسیاری ها میگن که چی با افتی همونها را نشان نمیدین، وقتی که خطا جین زد بعد بیام سیونکت میکنیم، بعد افتی تر نشون میدن در اونها. یعنی این برادران نمیخوان که اونها رو ببینن، با اون خاطر ما اونها رو سیونکت نمیکنیم، روشون نشان نمیدیم. یعنی بسیاری شرم میدونن، بسیاری نمیخوان که بفهمن پدر مادرشون زیخ شون، با اون خاطر یعنی روح ها اونها رو سیونکت نمیکنیم و خودشون طلب میکنه که سیونکت مون نکنین، روحمون نتوان بس. خب خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرماید و کسانی که بیماری کرونا ویروس است الله اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرماید و برادرانی که بی فرزند هستند خداوند اونها را فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب بگردانه که اونها همیشه در طاعت عبادت الله باشند و پدر مادر خود را خدمت بکنند. الله سبحانه و تعالی کسانی که سفر به وطن دارند خدا اونها را سفرشون بی خطر بگردانه و جمله مسلمانانی که بیمارند اونها را اول شیء که انسان میخواهد سلامتی که نباشه نه عبادت کرده میتونی، نه کار کرده میتونی، نه رزق و روزی حلال خود رو پیدا کرده میتونی. با اون خاطر از همتون طلب میکنیم که خداوند دعا کنید در حق جمله مسلمان و در حق ما هم دعا کنید که خداوند برای ما سلامتی و عافیت رو هم در دنیا و هم در آخرت برای ما و شما نصیب بگردانه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که فقط دعا کنید که اللهم انی اسالک العافیه فی الدنیا والآخره، عافیت و خوشبختی را هم در دنیا برای ما نصیب بگردان و هم در آخرت. وقدر امان الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.